به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت همه شما هموطنان خوب و گرامی. خوش آمدید به دیدار افغانستان و مراکش از مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی. لحظه فرصت برای مراکش هست، ببینیم چی میشه این موقعیت و گل برای مراکش. یک لحظه اشتباه کردیم و گل رو دریافت کردیم. این گونه کاپیتان تیم مراکش آمد و دروازه ما رو باز کرد، اما خب باید جبران کنیم. محمد جواد سفری، خود سفری از دروازه بیرون آمده، پاس بر مرادی. حالا منطقه بازی تبدیل میشه و رضا حسین پور و سید حسین موسوی هر دو بازیکن ما شانس خود را امتحان کردن. پس رو به عقب، ببینیم این موقعیت به کجا ختم خواهد شد. واقعا تیم با سطح بالایی نشان داده مراکش و گل دوم هم برای مراکش به ثمر میرسه، ظاهر شده در این دیدار. ببینیم با هم شوتی که زمینی و دقیق زده شد و رفت به گوشه دروازه محمد جواد سفری. پس برای مهدی نوروزی، حمید رضا حسینی، فرصت داریم برای جبران یکی از گل‌های خورده و امیدهای ما هنوز پابرجا. سید مرتضی حسینی، باز هم شوت حسینی داخل چارچوب نبود، ضربه ای که بلاک شد. اکبر کاظمی، باز هم حمید حسینی. حالا موقعیت داریم برای جبران. کاظمی درگیر هست با بازیکن مراکش، توپ رو به خوبی گرفت. حالا حمید رضا حسینی با سرعت بالا، حسینی و بن سلام که توپ رو دفع کرد و باز هم دروازه خود رو بسته نگه داشت. حمید رضا حسینی، خود حسینی، حرکت او، توپی که هنوز به بیرون نرفت و بازی ادامه داره. حالا فرصت داریم و نه، باز هم توپ گل نشد و مهدی نوروزی این موقعیت را از دست داد. خود سفری مرادی را هم داره. حالا پاس، فرصت داریم برای زدن گل. سید مجتبی حسینی ضربه خود هم زد. حالا موقعیت و گل سوم برای مراکش. گل سوم هم برای مراکش به ثمر رسید. گل نزدیم و گل خوردیم. ببینین اینجا پاسی که فرستاده شد و گلی که به ثمر رسید برای مراکشی ها. حساب کار 3-0. پاس برای محمد جواد سفری، رو به جلو کار میکنه. حالا موقعیت داریم و باز هم فرصت، موقعیتی که یوسف بن سلام باز هم مهار کرد. ببینیم بالاخره میتونیم دروازه مراکش رو باز بکنیم یا خیر. باز هم امید. حالا موقعیت داریم و توپی که حالا خیلی سخت میشه برای افغانستان و گل چهارم رو هم دریافت کردیم. حساب کار 4-0 شد. پاور پلی هم برای ما نتیجه نداشت. ببینیم این گونه دروازه خالی را باز کرد بازی ایران و تاجیکستان که اگر ایران متوقف بشه ما صعود خواهیم کرد به مرحله نیمه نهایی. بازی هم تمام هست. تا دیدار بعد و بازی بعد، خداوند یار و نگهدارتان.